نسبت به شب‌های گذشته بسیار بسیار قابل توجه و از همه گروه‌ها و نگاه‌ها داریم، مخصوصاً از اتباع به اصطلاح افغانستانی و مهاجرین هم پیامک داریم که امیدوارم برسیم این حجم سوالات رو از جناب آقای یار احمدی بپرسم. جناب آقای یار احمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجه وزارت کشور، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و خدمت مردم تهران که بیننده خاص این شبکه هستند و همه کسانی که در کشور به نحوی بیننده برنامه‌ای هستند که به مسائل اجتماعی و روز می‌پردازند. خیلی ممنونم. متشکرم. امشب سوال پیامکی ما هم خیلی روشن هستش که گفتیم به نظر شما بهترین راهکار چیه برای ساماندهی اتباع، اینکه بهشون مجوز اقامت بدیم یا اونها رو برگردونیم به کشورهایی که ازش اومدن، یک یا دو رو برای ما بفرستیم. آقای یار احمدی، اتباع مجاز و غیر مجاز تعریفش چی میشه؟ اول از همین سر تعریفش شروع کنیم. در همه دنیا کسانی که با یک سند هویتی مشخص و مورد تایید دولتی که این افراد جزو تبعه اون کشور محسوب میشوند و با استفاده از روادیدی که معمولا در اختیار گذاشته میشود وارد کشور دیگری میشوند، تبعه مجاز، و کسانی که فاقد این مشخصات هستند تبعه غیر مجاز تعریف می شوند. در کشور ما به خاطر شرایط خاصی که در منطقه بوده و جنگ هایی که در شرق و غرب ما اتفاق افتاده، بسیاری از افراد بدون سند هویتی و بدون اینکه یک برنامه مشخصی برای ورودشون داشته باشند وارد کشور ما شدن. این افراد عده زیادی از اتباع و مهاجرینی که در داخل کشور ما هستن رو تشکیل میدن که به اینها میگیم افراد غیر مجاز، و اتفاقا مسئله ما افرادی هستن که غیر مجاز هستن. و آمار برآوردی آخرش تو چقدر شد؟ ببینید، من آماری که اعلام کردم 6,100,000 تا برای اولین بار اعلام کردیم و به تعداد داریم، تقسیم بندی شدهش مشخصه. البته کسانی که غیر مجازن برآوردی وقتی اینها طرد میشن از طریق اون روش‌های آماری میتونیم حدس بزنیم که چقدر افراد غیر مجاز در داخل کشور ما هستن که معمولا یه چیز نزدیک به 2 میلیون ما افراد غیر مجاز داشتیم و به این افراد غیر مجاز در پایان سال گذشته 2,34,000 نفر دیگه هم اضافه شدن که الان نزدیک به 4 میلیون، بیش از 4 میلیون افراد غیر مجاز در داخل کشور ما از اتباع افغانستانی حضور دارن. چرا سال گذشته 2 میلیون اضافه شدن؟ به خاطر اینکه در سال گذشته